آقا مجتبی آقا مجتبی مجتبی بیا مدی. سلام. سلام. بیا مدی. سلامت باشی. بخیر سلامتی. چی به پایه؟ چیکار میکنی؟ پلوش مسیح نشد. خدا چیکار کنم زن؟ خیلی خونه شیشتن که به درد نمیخوره آخه. بریم بیروشیم بخوای کاری پیدا کنی. کار نیه زن. تو کاری که مامایم نیه. چیکار کنم؟ اشته کاری نیم یک کار آسان صبح که بخواه پیدا کنی. که مزی بزی خاطر نمیگو که این وقت خدای نخواسته بچه ما بیایه. من این معاشی که دارا که خرج ما میشه. به خاطر خود شما میگو روی شما بخونه میگیره. خسته میشیم 100 رقم مشکلات برای شما پیدا میشه. حقلا بریم به بیرو شما یک من که چالو هم بفروشیم بست شمانه. به خاطر خود شما میگو که سر شما تیرشه. یار زن بیرون هر چی فکر میکنم نمیشه. کار بیرونی برابر نمیاد. نیم هم تو کار تبدیله که مامایم نیه. کار خیلی مرد اگه آدم بیرون بشه به شرط آدم قناعت داشته باشه. کار مثلا یک من که چلو یک من پیازی بفروشیم هم سر خود شما تیر میشه هم روحی شما وا میشه. حالا بزی خاطر یک وقتی خدای نخواسته بعد شما بیایه به شما خیلی دوست دارم به خاطر خود شما میگم. اگر دیگه مثل چاده خواب سر خونم برای شما بگم اون زلفا بشوریم پیالا بشوریم تخونه جاری کنید دیگرم ببار کنید 100 سال سیام چی گپی نمیزنم. غرور مردنگی شما هیچ وقت زر پا نمیکنم. بچون خدا زن من خود دل مامای دیگه همین معاشه که من دارم خرج ما و شما شکر الحمدلله میشه. به خاطر خود شما که میگم ساعت شما تیشه چی بزی گوشی خانه شیشته باشه 100 رقم فکر و سودا به سر شما میایه. نیه خودم این سریالا خوب سریالا یاله تا هم سل میکنم چاشت میشه تا یک دیگه خلاص میشه با میبینم من درتر شده تا یک خلاص میشه میبینم خب اینم که تکرار میشه. نیه سریالا تکراری نیه به خدا. خب چند کانال هم تک سریالا لوکس میگذاره که چی بگم خدا دل خونه میارم بازم گپ بعد نزدی. اگه تک کارک برابر پیدا شه که میگم حداقل کار آسونی باشه که خیلی به سرم فشار نه برم صبح برم شام بیایم خوبه دیگه. خب دیگه اختیار خودم به سر شما فشار نمیارم. من به خاطر سلامتی خود شما میگم. اون تو همون راست میگم که از آدم بیکار خدا بیزاره. همین گپات هم کمک خدایی مر بخیر. نه این گپ نزنه که وقتی خدای نخواسته ناراحت چین که بگیم زن به خاطر خرج میده که نه خدا نکنه. خدا الهی هیچ مردی به زن احتیاج نکنه. من خوش دارم که شما هم 10 روپیه به من به طرز خونه نیاریم برابر 10,000 روپیه برای من ارزش داره. به خاطر خود شما من میگم. خب چیکار کنم زن؟ به خدا اگه من دل ماشه کنم تو این کلمه گپ بریم بزنیم. ولی کاری که نیه چیکار کنم؟ خود برم بزر تلر کنم به خدا میگه ایرانو چیکار کنم؟ سر کارم. نه خدا نکنه مرد. شما چرا این گپ میزنید؟ گپ که نداره دیگه. حالا خوب که میتونه کاری هم که باز با او آیدی نباشه خب از این بیتر بشین و همین سریالا سه کنم حداقل اینا رو تعقیب کنم سه کنم به کجا میرسم. خب همین خب حداقل از این یک چیزی میآموزم. آخر این رو نیست سبا نی پس و بلکه از این میتونید همین سریالا بخوای کار پیدا کن. خب خود دانیم به خاطر خود شما گفتم. دیگه من احتیاجی ندارم. گفتم من درآمدی که دارم خرج ما و شما میشه. ایگه خود شما به خاطر سلامتی خود فکر نمیکنین اختیار خود داریم. بلو خیلی گلا چای بیار زن بخیر. خب بخیر خیر بینی. به خدای زنم راست بیکاری هم سن میکنم خود من آدم تنبل یا واقعیت از اینه که بیروشم به تمی شهر کار کمه راست کنم دیوان پیاز که چلی بفروشم. الان چای من زن من به خیر همی چای خوردم. خب بیرو میشم میرم امید به خدای. خب بلکه کار پیدا کن تو نه به خدا. امید به خدا. منتانم یک سریالی هم خیلی مهمه به خدا نمیفهم چی بکنم اما از دست میره. منتانم به تو میگم سل کنک با دمه که ما آمادم بریم تعریف کن. من حوصله ندارم به کار خیلی دارم. من نمیتونم بشین و سریال سه کنم.
ولی برم دیگه شو ببار کنم کار مدارا دیگه بکنم خودم کار دارم. من برم با هوش رون مبرد از این سریاله که چه کار پاشم که ایرونم خدا چه کنم خیلی باشه مجبور از اینکه این تنبیه کلمه گفت بدهیم میفهمم من خلیمه ای ولی خوب دیگه گاهی وقتی به غیرت آدم بر میخواد کاش که خدا مایم که برم همین که کار پیدا شه که انت لب به جب ما گرفته شه ما خوش داریم که کیسیم بی پول نسوار خود ندارم نرفتم زن دعا بکن خوبه بخیر بریم سلامت دعا بکن که وقتی خدا یک کار برابر کن کلمه گپی برای از این متکا میزنی بعد اینا میایه خب دو قدم برو را برو که مجنگا پا تو باشه بری سلامتی تو خوبه بری رویی تو خوبه میرسی خاطر میگم نه که می چی تیجی داره که تو بری کار کنی یا نکنی کجایی دختر؟ واسه خونه بابا. بیا بچین بیا که امروز همین یک کار جانانه پیدا کردم که بخیر از سر سبا برم باشه بابا. اینه دیگه مادر تو تشویشش که تو به خونه شیشته سریال سر میکنی حالا چی گپ شده بابا؟ همین یک کار جانانه بچین پیدا کردم ازم صبح برم تا به دیگر بفهمیدی دیگر هم که بیایم که تن بخیر ترمزک چای سیاهی بیاریم اینجا بگذاری مادر تن بیایی بهم سایه زلفی بشین و قرار کرده چای بخورم کلی مادر تو قبر اختلاط کنم چی دیگه چی با کجا کار پیدا کردم بابا؟ یک شرکتی و چی شرکتی؟ آه چقدر معاش داره بابا؟ ای مرگ چه معاش داره کم فقط هم کار پیدا شه اول معاش میپرسیم مادر تو غم سلامتی داره مگه بیروشو که سلامتی تو بده چی نشه مشکل چیزی به بار نه مریض نشی تو از امروز هم معاش داری خب گفتین شرکت ما گفتم اشته معاشی داشته خب شرکت پیار منیه شرکت مردمه خب معمولا شرکت ها معاش خوبی میدن بابا با کار چی معاش خوب میدن وقتی که اونجا برو صفاکری کنم و چی کنم دیگه معاش چی داره بس خلاص همین معاش فقط هدف همین بود مادر تو میگه تو بیریشو من به قصه معاش نشدم گفتم فقط انی هم خانم ما بیام سلام خانم سلام خوبی سلامتی مدرم باشه بخیر مدی زن بله بیا که اوتی از خوشخبری بودم بیا خیلی خدا خسته شدم میفهم مونده میشه میفهم خوب مادر خسته نباشی شکر خوشخبری الحمدلله نکنم سلامت خود من بشی میگم خوب از اون رو تو نکنم مادر میگم زن بخیر کار پیدا کرد خوب الهی شکر اشته کاری خوب پیدا کرد اما یک کار جانانه برابر خب خیلی هم خوبه یک شرکتی خوب الهی شکر گفته که ماه 3000 به تو میدم خوب بفهمیدی بله و همین ما اول کار کند بعدا اگر دیدم کار تو خوب بود کم کم معاش تو بالا میبرم خوب خیلی هم خوبه ساعت چوام تیر میشه ان حال زن یک کار میکنی خب چیکار میکنی؟ فقط همین بوج به جمی 3000 که گرفتم میارم من کنار پولاتو بذارم و هر بکسی که پولاتو بود اونجا میذارم خب قراره کده من یک سمه به کنار تو بی خونه بگیرم که یک وقتی نگی که انوشیم و معاش خود بگیری خرج کرد خب مال من تم بکس خود 3 لک پول دارم خب و غمی نداره خیلی تو بیا تو زندگی شراکت نه نمیدی شریک زندگی هم بگرد من خیلی تو با شراکت پولا برم بگذارم کنار پولا بفهمیدی همو که میگه پهلوی سیاه دستاتی روشن شد حالا ما همین 3000 میذاریم کنار همین سلک تو دیگه هر دم لازم شد از اینا 15 ساعت در طرف ما برد تو خرج کو با ما دیگه چی میگی نمیدی بابا با تو با چی بود خب من به مرکز میدم خوب نه تو بی پول موندی با ما کارستون دیگه میدم به تو میدم مادر تو دیگه من پول ندادم ماما حالا بعد از سال ما شده ماهی شده هنوز ما معاش نگرفتم خیر من کجایی خیر اصاب خراب نکن آخه نه همین چیش همین دختر که من گپ پول بزنی به من پول بده میگو انو این برجه که من تو آخر برم یادم 3000 میده این 3000 رمان بیام با پله پولا مادر تو بگذارم اگر مصرف میکرد مادر تو 15 ساعت مصرف کنه اگر نمیکرد جوان مردی میکرد همون 3000 رو نگاه داره برای من یک دم لازم میشه مریضی خسته مشکل من برمیخوره خب خوبه بابا خدا نکنه خدا خوش میگم که حافظم با سریال آخری نفهمیدی چه کار شد با خدا امروز درسم برم کدو رو میگه زبان اختره نه جوان مرد جوان مرد خب خلاص شده با آخری چی خلاص شد؟ سریال خلاص شد امروز قسمت پایانی رو بودن تو سکر زن همیق صبر کردی چند وقت صبر میکنی انا بزدی به می آخر کاربار من نفهمیدم که همین سریال بی پدر اشته خلاص شد